بچه امروز اومدم نمایشگاه در واقع نمایندگی شرکت فورد در وودلند هیلز که به اسم ویستا فورد. اینجا یه اینونتوریشون رو با هم یه نگاهی بندازیم ببینیم که در امروز 19 آگوست 2025 قیمت ها چطوریه و چه مدل هایی هست. اینم که ببینید فورد ماستانگ ماک ای هستش که الکتریک کراسوور 5 نفره، اولوش 300 و 320 مایل رنج داره بسته به حالا به مدلش. من فقط چون ماشین برای سرویس آورده بودم و یه توضیح عرض بکنم که چون کوله پشتی هم بستم و لپتاپم دستم با دست دارم فیلم میگیرم، عذرخواهی میکنم اگه یه خورده تعادل ندارم. بعد یعنی یک باره پیش اومد، قصد انجام این ویدیو رو نداشتم، ولی خب دیگه اینجا اومدم برای سرویس ویستا فورد، گفتم حالا یه به هر حال نگاهی هم به ماشینا بندازیم. فورد ماستانگ ماک ای چه رنگ قشنگی هم داره. MPG ایش 107. خب من داشتم عرض میکردم این الان تک موتور است، ریل ویل درایو به اصطلاح، پریمیوم پکیج 2025. این الان در اومده 44590 با آپشن هایی که داره. البته MSRP پیش 42000 تاست. بعد روی اینا البته تا آخر سپتامبر در امریکا 7500 تا تکس کردیت هم از در واقع سوبسید هم از دولت میگیرید که اونا تا آخر سپتامبر فقط تو امریکا هست، یعنی تا 40 روز دیگه. اگر کسایی که ماشین برقی میخوان، حالا از هر برندی هست، تسلا، فورد، شوی. اینجا من توی این فاصله‌ای که کات دادم داشتم با خانم کتی مدیر فروش اینجا صحبت میکردم. خانم ایرانی هستن، اگه کسایی که تو منطقه وودلند یا لس آنجلس هستن یا هر جای امریکا با ویستا فورد رو میتونن سرچ بکنن در وودلند هیلز. خانم کتی هستن، خانم جنین هستن، آقای بابی هستن. دوستای ایرانی اینجا ما داریم 4 5 تا، حتی سرویسش داریم. آقای علی هستن قسمت سرویس، میتونید تماس بگیرید اگه خواستین فارسی صحبت بکنین و همینطور کارشون خوبه. ایرانی‌ها معمولا کارشون خوبه دیگه. مثلا الان باز این یه دونه هم داریم، اینم باز همونه دیگه. این البته 53000 تاست، این آپشن هاش بیشتره. این الان عرض به حضور شما این البته خیلی آپشن های خیلی بیشتری داره که باعث شده قیمتش تقریبا 10000 تا بره بالاتر. ببین این آبیشه، قرمزشه، اونم تقریبا حالا میتونیم بگیم یه جوری کرم مانند. این رنگ هم داره، رنگ گره خاکستری. این فورد اکسپدیشنه که فول سایز SUV 3 ردیفه است. عرض به حضورتون که این طرح جدید پلاتینوم مکس هم هست. مکس ها با اونایی که مکس نیستن یه فیت تقریبا این طولش بیشتره. خب تو امریکا معمولا ماشینای بزرگ دوست دارن دیگه، من خودم ماشین بزرگ دوست دارم، برای همین این مثلا یه فیت از مدل نرمالش بزرگتره، تقریبا 25 تا 30 سانت. اکسپدیشن مکس پلاتینوم پکیج آل ویل درایو 4x4 3.5 لیتری ایکوبوست انجینشه، 6 سیلندر. قیمت بیسش 77750 بوده. این مدل الان در اومده 88515. چه رنگ قشنگی هم داره. تایراشو فقط نگاه کنید، تایرای 22 اینچیه. چقدر قشنگه این ماشین. که برند لاکچری فورد که به اسم لینکلن هست، اگر لینکلن رو بخوای معادل در واقع اکسپدیشن فورد اکسپدیشن توی لینکلن بگی میشه لینکلن نویگیتر. خیلی ماشین جذابیه، ماشین لاکچری 3 ردیفه فول سایز. 7 نفر یا بسته به حالا اون کانفیگوریشنی که شما اوردر میدین 8 نفر میتونن داخلش بشینن. که رقیبش هم مثلا در شورله میشه شورله تاهو یا شوی سابربن. مثلا این چون مکسه میشه شوی سابربن، اگه مکس نبود میشه مثلا شوی تاهو معادلش در عرض حضور شما شورله. فورد برانکو 4 در. این دوربین عقبش هم اینجا قسمت تایرش گذاشته. ببینید قیمت این
قدر ویندو استیکرش اینجاست. MPGش 20 47,000 تاست. 47,000 تا فورد برانکو 14. رنگش البته خیلی فیوریت من نیست، ولی خب رقیب جیپ رنگلر هستش. اینم فورد برانکو اسپورت. فورد برانکو اسپورت ببینید برانکو معمولی بزرگتره، 2 در داره، 4 در داره. برانکو اسپورت کوچیکتره، خیلی کوچیکتر هم هست، چه ارتفاع چه پهنا، اصلا کلا همه چی کوچیکتره و همینطور فقط هم 4 دره. موتورش هم خب ضعیف‌تره، ولی تو مدل مثلا 2025ش ببینید مثلا کلاسترش دیجیتال شده، صفحه نمایشش بزرگ شده. بعد برانکو اسپورت ماشین بدی نیست، جمع و جوره. حالا این ویندو استیکر بعضیاشون تو آفتاب خونده نمیشه، بریم یه جایی که یه کمی بهتره. ببینید اینجا فورد موریک هم گذاشته. فورد موریک یه پیکاپ تراک کوچولوه دیگه، این الان اکسل تیشه. سفیدش هست، آبیش هست. تو مدل 2025 باز اینا خیلی ریدیزاین شده، صفحه نمایش بزرگتر، کلاستر دیجیتال اینا روش گذاشتن. ویندو استیکرش هم براتون بخونم قیمتشو. این البته آل ویل درایو 2025 در اومده 30,700 تا MPGش 25. بعد اینا مثلا هایبرید هم داره. بریم ببینیم هایبریدش هم میتونیم بگیریم. سبزش خیلی رنگ قشنگیه، به خصوص توی آفتاب ببینید. MPGش ببینید 38. فرونت ویل درایو، آل ویل درایو البته داره، هایبرید در اومده 35 تا. در واقع حالا آل ویل درایوش هم هست، حالا 1000 تا مثلا قیمتش بیشتر باشه، مثلا 35 تا شما میتونید یه پیکاپ تراک هایبرید 2025 بگیرید. بزرگتر از اینش میشه فورد F150. فورد F150 بزرگتر از اینه. این رنگش هم هست، این رنگش. مجبوریم ویدیو رو کات بدیم، عذرخواهی میکنم چون یعنی قسمت فروش و اینا فکر میکنم ما میخوایم ماشین بخریم. اینم فورد برانکو فول سایز، در واقع برانکو معمولی اسپورت نیست، این برانکو بزرگه بگیم، حالا بخوایم بگیم کوچیک داره بزرگ داره، که رنگ سفیدش فوق العاده است. رنگ سفیدش وقتی از نزدیک شما میبینی یه حالت حتی طرح از سایت پروفایلش طرح جی واگن داره، جی واگن مرسدس. قیمتش هم خیلی سخت خونده میشه قیمتش. این 57,000 تاست. 57,000 تا. چرخای خوشگلی هم داره. ببینید این بغلش هم این چیزو داره که البته پلاستیک فلز نیست، ولی خب میتونی فلزش هم اوردر بدی. به هر حال آپشن ها اینا همش به صورت آپشن میتونه انجام بشه، لوازم جانبیشو چه میدونم اکسسوریایی که هست اینا. اینم مشکیشه. ببینید مشکیش خیلی قشنگه. خب به حال رنگ مثلا میتونم بگم خب بهترین رنگ شاید مشکیش باشه، ولی سفیدش بعد از مشکیش میتونم بگم رنگ قشنگی. یعنی نزدیک میبینی سفیدش خیلی کلاسیه. یه کمی سخت بین سفید و مشکیش انتخاب کردن، ولی رنگای دیگه شو مثلا مثل همون که قبلا نشونتون دادم یه حالت آبی نفتی میزد من دوست نداشتم. مثلا سبزش هم ببینید سبز قشنگیه، ولی خب باز مشکیش یه چیز دیگه است. چرخای مشکی ببینید. این تریم بدلندز. این سبزه با کفش مست خاکستری داره مثلا. باز ویندو استیکراشو میزنن، قسمت عقب اصلا خونده نمیشه. این 47,000 تاست. نه فوردای موریک در واقع میگم همون وانت های کوچولوی 2 کابینه است.
خیلی هم کوچولو نیست که فکر کنید کوچولوه، ولی خب به هر حال جمع و جوره دیگه، جمع و جوره. ببینید مثلا مشکیش باز این خیلی قشنگه. ببینید چراغای جلو کامل LED شده، خیلی کلاسیه. مشکیش خیلی قشنگه، واقعا قشنگه از نزدیک. یعنی مثلا شما نگاه میکنی یه خورده اون کوچولو بودن، جمع و جور بودن شاید حس خوبی به آدم نده، ولی وقتی میاد تو رنگ مشکیش با چرخهای مشکیش خیلی اسپورتی میشه. اینم F-150 یعنی برادر بزرگترش. کنار البته این F-150 رپتره، این F-150 معمولیه. ببینید این F-150 معمولی، F-150 رپتور حالا اسپورتی، و اونم فورد موریک. رپتور اینا یه رپتور داره که 6 سیلندره، مثل این یه رپتور آر داره که 8 سیلندر سوپر شارژه، قیمتش بالای 100 تا 120 تا در میاد. این همون که نشونتون دادم F-150 معمولیه، F-150 رپتور و موریک تو رنگ مشکیش با این چرخهای مشکی، آل ویل درایو هایبرید. خود من دوست دارم، یعنی 35-6 هزار تا با اون مشخصات و اینا، به خصوص 20-25 رو عرض میکنم که خیلی آپگرید شده. و خیلی پر حرفی نکنیم. ببین اینجا چقدر ماشین، همین اینونتوریشون ماشاءالله پره. F-150 4x4، اینم F-150 F-150 به اصطلاح برقی، لایتنینگ، رعد و برق، صاعقه. این برند چی میگن؟ تریمور آفرودیه. کلا توی فورد وقتی میگن تریمور آفرودیه. جلو نشون ببین مثلا این فلز، این استپای بغلش، ملاحظه میفهمید تریمورا معمولا یه خطای نارنجی، اینا هم تقریبا برنزی هم یه سری جاش داره که یه جوری سیگنیچرشه. این هم برقشه، اون بغلیش بنزینیشه سمت چپ تصویر. F-150 های برقی لایتنینگ ها یه سریش از 240 مایل میره با یه بارشا، یه سریش هم که 320 مایل میره. پریمیوماش به اصطلاح تریمای بالاش. لینکلن هست که برند لاکچری فورد هست. لینکلن نویگیتور که ابتدا توضیح دادم اول ویدیو، اکسپدیشن توی فورد میشه و توی لینکلن میشه نویگیتور که خیلی لاکچریه. واقعا از بنز و کلا ماشین آلمانی هم لاکچری ترن، لاکچری های امریکا مثل کدیلاک اسکلت یا لینکلن نویگیتور. این الان از 95 تا شروع میشه، با آپشناش در اومده تقریبا 105 تا. MPG 16 است، V6 توین توربو. اینم نمای پشتش. ماشین ابهت با ابهتیه دیگه به قول معروف. لینکلن نویگیتور. این الان اینم 105,800، حالا 106 تا تقریبا. 2000 البته این 2024 شه تازه. 4x4 ریزرو. توش هم اینجوریه. اینم F-150 رپتور هست. بغلیش هم آبیه، در واقع فورد ماستانگ ماک ای الکتریک هست. F-150 رپتور واقعا یه ماشین در سطح کلاس میلیتاریه، در واقع نظامیه.
ارتشی. اگزوزا رو فقط نگاه کنید. اینم برانکو رنگ سبز یشمی میزنه، برانکو فول سایز 14. البته این برانکو رپتور هست، 14 رپتور هست. ببینید اینا مثل اون فورد 150 های به اصطلاح رپتور، اینا سوپر شارژ داره. این فورد ایجه که 2024، البته این الان برندنیو 2024 ولی دیگه تولید نمیشه، احتمالا مدل 2026 یا 2027 ریدیزاین شدهش میاد. بله ایج قیمتش زده 41500 MPG 23. یه میت سایز SUV در واقع دو ردیفه است، آل ویل درایو هم هست. فورد ایج که اکسپلور میشه 3 ردیفه میت سایز، فورد ایج میشه 2 ردیفه میت سایز. ماشین خیلی خوبیه دیزاینش، ولی خب تا 2024 هست دیگه. اگه کسایی میخوان هنوز دارن تو اینونتوریاشون بعضن نمایندگی فورد. و همینطور مدل کوچیکترش که میشه یک کراس اوور باز 2 ردیفه کوچیکتر، مدل اسکیپ هست، فورد اسکیپ که اینی که اینجا هست. ماشین جمع جوره که روی پلتفرم همون فورد موریک، همون پیکاپ تراک کوچولوه. حتی داخلش هم ببینید با فورد اسکیپ یکیه. این در واقع SUV شه، کراس اوورشه، و اون تراکشه. ببینید مثلا فورد ایج که 2024 هنوز قشنگ سمت راست تصویر، یه خورده بزرگتر از اسکیپ، اسپورتی تره، حتی ST پکیج داره، 6 سیلندر هم داره. اینم حالا رنگایی دیگه است. مثلا اینم باز فورد ماک ای، ماستانگ ماک ای الکتریک، رنگ مشکی. ببینید چقدر خودش نشون میده. بعضی مدل ها میگم رنگ خیلی توشون مهمه. نه حالا ما میگیم مشکی و سفید همه ماشین ها، مشکی و سفید تو بیشتر ماشین ها خب طبیعتا قشنگتره. این الان 51000 تا در اومده، 42000 تا تقریبا 9000 تا آپشن داره. ولی خب بعضی ماشینا مثلا میبینید شما مثلا فراری قرمزش قشنگه یا لامبورگینی زردش قشنگه. ببینید چی میگم. حتی ممکنه مثلا الان یکی از همین مدل مثلا فقط قرمزش قشنگتر باشه، حتی فورد اکسپلور مثلا قرمزش خیلی قشنگه، ولی الان مثلا توی این مدل این مشکیش قشنگه. ماستانگ ماک ای مشکیش خیلی سکسی و قشنگه. ببین سفیدش هم هست، سفیدش هم رنگ خوبیه. مثلا اون بغلیش که گری میشه خاکستری یه خورده میگم سلیقه است دیگه. مثلا اینا ببینید فورد اکسپلور هم اینجا دارن که ماشینی که خود من دارم صحبتش کردم حلال زاده است در 3 رنگ مختلف. این فورد اکسپلور XLT 2024 ببینید. بعد اومد تو 2025 شد اکتیو، شکلش خورده ببینید فرق کرده، چراغا بزرگتر شد، چراغای عقب. الان ماشینی که خود من دارم رنگش اینه، فورد اکسپلور. این الان جدیدش شده. این عملات 2024 برندنیو ها، هنوز نفروختن، منظور اینجا دارن. ولی مثلا کسایی که مثلا 20 مدلای 2024 رو بخوان خیلی شرایط خرید خوب راحت تره. بیست 24 قرمز است، مشکی 2025. مثلا باز فورد اکسپلور مشکیش نه اینکه بعد باشه، ولی مثلا رنگ سفید اول، رنگ قرمز دوم، یا حتی قرمز اول رنگ سفید دوم. اینا سلیقه من. مثلا قرمزش خیلی قشنگه، سفیدش همینطور و همینطور مشکیش هم به نظر من در جایگاه بعدی. مگر اینکه مشکیش مثلا ST پکیج باشه، ریماش بلک باشه و کواد اگزوز باشه که خودشون نشون بده با اون پکیج استیک 6 سیلندره. اینا اکتیوا، اینا 4 سیلندر 300 اسب بخوره، 6 سیلندرش که مثل استی یا پلاتینومای 6 سیلندر هست، اونا 400 اسب بخوره مثل ماشین پلیس. نه فورد رنجر هست. ما توی فورد توی تراکای فورد یعنی وانتای فورد یه موریک داریم کوچولو، میت سایز متوسط داریم رنجر که این باشه، و همینطور فول سایز بزرگش که میشه F150 F150.
و همینطور بزرگتر از اون هیوی دیوتیاش F250 F350 450 550 که میره برای استفاده آتش نشانی و استفاده نظامی و چیزای دیگه. این رنجر البته فکر کنم XLT باشه بیسیکش. رنجر مثلا رپتور هم داره، رنجر رپتور. این رنجر XLT بله، 4 توی در واقع آل ویل درایو هم نیست. MPGش 22، قیمتش 42 تا در اومده با آپشن، 36 تا بوده با آپشن شده 42 تا. ببینید اونجا هم یه سری اینا تراکای ورک تراکه که حتی اون پشتش هم زدن برای کسی که کانستراکشن میکنن، اون استراکچر اون فرمایی که زدن و اینا، یعنی آماده است. حتی بغلش جای تولز داره، تولز باکس داره برای استفاده های مختلف کلا کاری دیگه. اینا آماده است. اینم لینکلن هست، ببینید مدل 2025 نویگیتور 2024 نشون داد. 2025 شه. آل ویل درایو ریزرو پکیج هست، 103 تا شروع میشه قیمتش، این 112 تا، یعنی تقریبا مدل 2024 با 2025 7000 تا فرقشه. ولی خب دیزاین فرق کرده. اون کسی که 104-5 تا میده پول داره 112,000 تا هم مثلا هزینه بکنه. ماشین اصلا یه ابهتی ده. این میشه رقیب مثلا کدیلاک اسکلید یا مرسدس بنز اسکلس یا BMW X7 با این تفاصیل که لینکلن و کدیلاک اسکلید و همینطور جیپ گرند واگنیر، این سه تا برند امریکایی، اینا فول سایزاشون از آلمانیا بزرگتره و خیلی هم حتی آپشناشون امکاناتشون بیشتره. چرخا رو ببینید فقط. این هم اون ورک تراکاست که نشونتون دادم. ببین چقدر فورد ماستانگی دارن. این هم برانکو سبز سفید، فورد اج 2024، برانکو که شکل جیپ هم هست، این تیریم بیگ بند هم هست. البته این هم ببینید F150 رو که نشونتون بهتون گفتم بزرگتر هم داره. مثلا این F350 هیوی دیوتیه، پاور استروک 6700 سی سی، یعنی 6.7 لیتریه، پلاتینوم پکیج، این جون میده برای آفرود. F150 هیوی دیوتی ولی لاکچریه، پلاتینوم پکیجه. بعضیا مثلا این شکی اونیل هست، بسکتبالیست و اینا که الان که دیگه بسکتبال کار نمیکنه ولی معروفه دیگه، شکل اونیل به اصطلاح اون یه دونه F350 عین همینو کاستوم شده شو چند وقت پیش دیدم که داشته، البته فروخته بود. منظور خب اینا که بزرگن خودشون، ماشیناشون هم بزرگه دیگه. کلا تو امریکا میگم ماشین بزرگ دوست دارن. F350 اینا جواز مثلا ماستانگ ماکی رو داریم. ببینید مشکیش چقدر قشنگه، سفیدشه. اینم لینکلن ایویتور. لینکلن ایویتور یا حالا هم خلبانی میشه فورد اکسپلور. فورد اکسپلور که نشونتون دادم استی پکیجش که ماشین پلیس هم هست، 6 سیلندر 400 اسب بخاریه. اگه بیاد توی لینکلن بخواد لباس لینکلن به خودش در واقع به تنش بکنی میشه لینکلن ایویتور، یعنی همونه فقط لاکچری تر شده و دیگه داخلش و ایناش همه چی همونه، یعنی موتور و اینا همینه، پلتفرم همینه، فقط دیزاینش عوض شده. خب لاکچری تر هم شده. مثلا این الان رقیب مرسدس بنز جی ال ایه، ای کلاس اس یو ویه، ولی خب این کجا اون کجا. یعنی واقعا خیلی ماشین ابهت داره. ریما رو ببینید فقط. یا توی بی ام دبلیو میشه X5. این الان در اومده 80 تا با آپشن هایی که داره. کواد اگزاست 400 اسب بخار قدرتشه. حالا شما مثلا همینو اگر بحث حالا دیزاینش یا حالا برند نباشه، مثلا همینو از خود فورد اکسپلور میتونید بگیرید، استی پکیج که لاکچری هم هست، 400 اسب بخاری هم هست، همین در میاد مثلا پرش با آپشناش 55-60 تا
خب 60 تا شما مثلا فورد اکسپلور رو میگیری. اگه بخوای بیای برند لینکلن بخوره روش که دیزاینش خورده فنسی تر باشه، ولی من خودم فورد اکسپلور رو بیشتر دوست دارم. 20000 تا باید بیشتر پول بدی، میشه 80 تا. این 20 تا بیشتر به خاطر اون یکی برند لاکچری تره و همینطور دیزاینش و ایناش آپشناش یه چند تایی بیشتره و اینا، مثلا حساب دیسپلی داره مثلا اون نداره. ولی خب باز من اونو میپسندم، فورد اکسپلور میپسندم، چون 20000 تا هم ارزون تره و میدونم که همینم هست بیسش. فورد ماستانگ کوپه، ببینید یه ماسل کار واقعی، اولین ماسل کار دنیا که 4 سیلندر، 6 سیلندر و 8 سیلندر داره. این الان جی تی 2024 البته، کوپه پریمیوم، عرض به حضورتون 5 لیتری V8 480 اسب بخار قدرت، حریف میطلبه. 47000 تا شروع میشه. این مدل در اومده 57880، یعنی گفت 58000 تا این مدل ماستانگ. اون خود جی تیش هم ببینید آبی داره، تریم آبی داره، نگاه کنید قشنگش کرده. کواد اگزازه، چون اسم کراشه، توش هم خیلی قشنگ کربن فایبر کار شده. ببینید اینجاش هم خروجی هوا داره که از جلو هوا رو مکش میکنه، از اونجا چیز میکنه که برای اینکه انجین و 8 سیلندر 5 لیتریه دیگه خنک‌تر بشه، زودتر خنک بشه. روبروی ویستافورد هم اینجا رستوران ایرانی هست، دربند، فرش فروشی ایرانی داریم، رادین. بیاید هم فرشتون رو بخرید، ماشینتون رو بخرید و عرض به حضورتون کبابتون هم اونجا بخورید و تشریف ببرید منزلتون. یعنی هم ماشین میخرید، هم فرش برای خونه، هم که کباب میخورید. ببینید این ورم که میایم، وقتی وارد میشین سمت چپ، یعنی زل غربیش در اصل اینجا میشه قسمت ماشینای دسته دو. ویستا ریسل سنتر هست. ولی حتی اونجا شوی کوروت 2019 هم داره. بریم با هم دیگه نگاهی بکنیم. اگه ماشین نو نخواستید، دسته دو خواستید، ببینید چه جالب. من خودم هم ماشینم قسمت عقبش پرچم امریکا رو اینجوری تنت کردم گذاشتم، این هم مثل من گذاشته. قیمتش زده 48900 تا. شوی کوروت گرند اسپورت 2 لیتریه، 2LT ببخشید میگم 2 لیتری، 2LT هست، 6.2 لیتری V8 8 سیلندر 6200، 49000 تا قیمتش 2019. قیمتش نات بد. توشم چرم قهوه‌ای، ریمای مشکی. این دیگه آخرین سری نسل 7 دیگه، C7 هاست که موتورش هم جلو بود. یا الان بعدش اومده موتور مید انجین شده از 2020. سری C8 به اصطلاح، اینا C7. این C7 ها رو من خیلی دوست داشتم. مثلا اینجا ببینید برندهای دیگه هم دارن، کسایی که اومدن ترید کردن این ماشینا رو دادن، جاش مثلا ماشین جدید گرفتن. مثلا این فورد اکسپلوره، بریم ببینیم مشخصاتش چیه. این ماشین یوزده، چون نوشو نشونتون دادم. ببینید مدل 2022 V6 3 لیتریه که 400 اسب بخار قدرتشه، ST پکیج، آل ویل دراف. همین ماشین پلیسا همیناست، همین که الان توضیح هم دادم چند لحظه قبل برای همون لینکلن و فورد اکسپلور و اینا. مثلا همینو اگه بخواید نوشو بگیرید 55 60 تا در میاد، هولوش 60 تا حتی تا 65 تا هم میاد. ولی شما 2022 یعنی 3 سال کار کرده شو، چقدر مایل رفته؟ مایلجش کجا زده؟ 57000 مایل رفته. خب ولی خب اینا خودشون یه وارانتی هم گذاشته بلو ادوانتج که تا 100000 مایل گارانتی میشه، یا 2029 هر کدوم زودتر برسه 38000 تا. این الان قیمتش برای 2022 38000 تا خیلی عالیه. برای استی پکیج که سفیده، خیلی خوشگله، سکسیه، ریمای بلک. ببینید کواد اگزوز. این ماشین پلیس از ایناست دیگه.
ترانسمیشن 10 سرعته، جویدنده 10 سرعته اتومات. باید سوار فورد اکسپلور به خصوص این استیاش شده باشی تا ببینید چقدر فان داره اینا. تو 2025 خب دیزاین داخلیش تغییراتی داشته، ولی دیزاین تا 2024 همینه که اینجا هست. نه فورد لینکلن هست، چی میگم، فورد لینکلن هست، لینکلن های کراس اوور سایز کوچیک. حتی اینجا داج شارژر هم دارن. 30,000 تا قیمتش. مدل 2021 5700 V8 همی، 55,000 مایل رفته. کسایی که ماشین V8 میخوان 8 سیلندر. امیدوارم که لذت برده باشین. نظراتی داشتین کامنت بگذارید. یه مقدار کم کار شدم خودم میدونم، عذرخواهی میکنم، ولی حالا ان شاءالله که ویدیوهای بیشتری رو بتونم براتون در آینده تهیه بکنم. اینجا هم که خواستی بچه ایرانی هستن، میگم قسمت همین ویستا فورد میتونید تشریف بیارید. قسمت فروششه، قسمت خدماتش هم اگه محصولات فورد و لینکلن دارید میتونید بیارید اینجا ماشینتون سرویس کنه. آقای علی دیگه عرض به حضورتون که امیدوارم براتون به هر حال جالب بوده باشه. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.